چند وقتی بود با یه دختره آشنا شده بودم. دختره از این خوشگلا و خفنا و پولدارا بود. بچه جردن بود. یه مدت با هم چت کردیم. بعد گفتم عزیزم فکر کنم دیگه وقتش همدیگه رو ببینیم. گفت اوکی، فقط بی زحمت لوکیشنی که من میدم شما بیان. گفتم باشه. دیدم یه لوکیشن فرستاد سمت سعادت آباد. رفتم فرداش شد رسیدم سر لوکیشن، دیدم این کافه خیلی خفنا بود. رفتم تو دیدم هنوز این نرسیده. نشستم 10 دقیقه شد دیدم این هنوز نیومد. رفتم یه سرویس برگشتم دیدم این رسیده نشسته. صندلیو کشیدم عقب که بشینم، دیدم اصلا نگام نکرد. گفت جناب اگه میشه هر چی زودتر این میزو تمیز کنید، دوست پسرم میخواد بیاد اینجا. به قرآن با هر کسی انتظار داشتم اشتباه بگیره الا گارسون. خدایا بهترین لباسمو پوشیده بودم، بهترین اتکلونمو زدم. بابا